اول دفتر به نام ایزد دانا، اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا. اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. از در بخشندگی و بنده نوازی، از در بخشندگی و بنده نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. قسمت خود میخورند منعم و درویش، روزی خود میبرند پشه و عنقا. بله، حاجت موری به علم غیب بداند. موری که در کجاست؟ در بن چاهی به زیر صخره سما. جانور از نطفه می کند شکر از نی، برگ تر از چوب خشک و چشمه ز خارا. شربت نوش آفرید از مگس نحل، از زنبور عسل. نخل تناور کند از چی؟ ز دانه خرما. شربت نوش آفرید از مگس نحل، نخل تناور کند ز دانه خرما. از همگان بی نیاز و در عین حال بر همه مشفق. از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، از همه عالم نهان و در این حال بر همه پیدا. خلاصه پرتو نور سرادقات جلالش، بارگاه الهیش، از عظمت ماورای فکرت دانا. خود نه زبان در دهان عارف مدهوش حمد و ثنا می کند، که موی بر اعضا. هر که نداند سپاس نعمت امروز در همین دنیا، حیف خورد بر نصیب رحمت فردا. بار خدایا مهیمنی و مدبر، بار خدایا مهیمنی و مدبر، و از همه عیبی مقدسی و مبرا. ما نتوانیم حق حمد تو گفتن، با همه کروبیان عالم بالا. بنابراین سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت. سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت،
ورنه کمال تو وهم کی رسد آنجا. ورنه کمال تو وهم کی رسد آنجا.